با سوال‌های ما ختم کرده دانشگاهی مدینه منوره سهراب عادلیان جواب میگویند و اینجا یک سوالی ایلاوگی آمده است. خب ما چند روز پیش درباره تومور صحبت کرده بودیم. اینجا سوال دادند: برادر، ردنامه دارم سوره اخلاص و یاسین و تبارک دارد. مولا گفت که کتفی راستت به گرفته گرد. آیا این هم شرک است؟ فوری جوابش را گوید تا که اگر شرک باشد دور کنم یا در برم گرفته گردم. سوال کردند. بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، در مصنف ابن ابی شیبه رحمت الله علیه آمده است که ابراهیم نخعی گفتند که کانوا یکرهون التمائم كلها من القرآن و غیر القرآن. صحابه ها و تابعین، علل خصوص استاد بزرگوارشان عبدالله ابن مسعود و علقمه، اسود و دیگر شاگردان ابن مسعود، آنها حرام می شماریدند تومار را، خواه از قرآن است خواه از غیر قرآن است. تمام انواع تومارها را، برداشته گشتن آن و گرفته گشتن آن را حرام می دانستند. و اصطلاح یکرهون یعنی مکروه می دانستند در اصطلاح گذشتگان، در اصطلاح صحابه ها و تابعین منظور حرام است. اما در اصطلاح متأخرین از علمای اصول فقه و فقها، مکروه به دو قسم تقسیم می شود: مکروه تحریمی خیلی که در زمان گذشتگان بود و مکروه تنزیهی که مکروه تنزیهی یعنی کردن آن فعل هیچ باکی ندارد ولی ترک آن ثواب است. این در زمانهای صحابه ها و تابعین نبود. بنابراین وقتی که در کتاب ها میخوانید که صحابه ها مکروه میدانستند یا تابعین مکروه میدانستند، مراد حرام است. بنابراین عبدالله ابن مسعود صحابه بزرگوار، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مفسر قرآن، بچه عمک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حذیفه، و روایتی از امام احمد آمده است که تومارهایی که از قرآن نوشته شده است آن هم ممنوع است، حکمش حرام است. اگرچه شرک نیست، اگر تومار محض از قرآن کریم نوشته شده باشد او حرام است گرفته گشتنش، شرک نیست، ولی ممنوع است یعنی حرام است. باید انسان این عمل را اجرا نکنه. غیر از این عمومی دلیل ها برای نهی آمده است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم از گرفتن تومار و از برداشتن تومار منع کردند و گفتند که برداشتن تومار شرک است و کسی که به تومار تکیه کند الله تعالی او را به تومارش حواله میکنند گفتند. خلاصه نهی آمده است و در یگان جا ترغیب یا امر نه آمده است. در قرآن کریم در یگان جای آن و در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم امر نه آمده است که ما را قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده باشند که ما همراه خود از قرآن کریم یا از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم تومار داشته باشیم، بلکه نهی آمده است. غیر از این قرآن کریم برای خواندن و فهمیدن معانی آن و طبق آن برای عمل کردن نازل شده است، نه برای همراهی خود برداشته گشتن همچون تومار. غیر از این وقتی که انسان توماری از قرآن داشته باشد و به توصیه این خیلی که در سوال آمده است همیشه همراهی خود گرفته گرد و در کتف خود بسته گرد، یعنی به حاجت خانه می دارد، به جایهای ناپاک می دارد و حالا که ما وظیفه دار هستیم برای احترام قرآن و برای بالا برداشتن قرآن و قرآن برای این آمده است. و این چون جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سخت‌ترین شخصیتی بودند که بسیار بلاها کشیدند، عذابها کشیدند، آزارها و اذیت‌ها داده شدند. خیلی که در حدیث آمده است گفتند که اشد الناس بلاء الانبیاء، سخت‌ترین مردم از روی بلا پیغمبرها است. خود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از تمام انواع بلا و مصیبت ها عذاب داده شدند، آزار داده شدند، ولی یگان مراتب تومار نگرفتن همراهشان. و اگر در تومار گرفتن خیر میشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را اجرا میکردند. خلاصه گرفتن تومار و برداشته گشتن تومار
حرام است اگر از قرآن باشد. اگر از غیر قرآن باشد شرک است. علل خصوص بعض جادوگرها و سحرگرها قرآن کریم را با خون و با دیگر نجاست و ناپاکی ها می نویسند. وقتی که انسان نظر می کند می بیند که سوره فاتحه یا سوره از سوره های قرآن نوشته شده است، مغرور نشود که این قرآن است، بلکه احتمال است که آنها با چیزهای ناپاک نوشتند که این شرک و کفر است. والله تعالی اعلم.